سلام. در این قسمت میخوایم برنامه‌ای بنویسیم با سرعت تقویم داخلی PLC فتک یا همون RTC که مخفف Real Time Clock که در روزهای خاص و ساعتهای خاص بیاد برای ما یه عملی رو انجام بده. خب شرح عمل کرد. برنامه‌ای بنویسید که در روزهای شنبه تا دوشنبه از ساعت 7 تا 10 پمپ آبیاری رو روشن کنه و همینطور در روز سه‌شنبه از ساعت 14 تا 18 و چهارشنبه تا جمعه از ساعت 20 تا 23 پمپ آبیاری رو روشن کنه. خب بریم داخل نرم افزار وین پرو لدر که برای برنامه نویسی فتک استفاده میشه، PLC های فتک. یه پروژه باز میکنیم، میایم نوع PLC رو انتخاب میکنیم، سری FPS میذاریم با 10 تا ورود و خروجی و مدل MC. حتما توجه داشته باشی که این تیک خورده باشه. تو حالت MC به طور پیشفرض میخوره چون سری MC مدل MC به صورت پیشفرض خودش کلندر رو داره، یعنی همون تقویم داخلی داره، ولی بعضی از مدل ها ندارن. اوکی رو میزنیم، وارد نرم افزار میشیم. حالا چجوری از تقویم داخلی استفاده کنیم؟ میایم داخل help، داخل اسپیشال رجیستر اند کالز help. اینجا PLC فتح یک سری رجیستر های خاص رو در اختیار ما قرار میده برای اینکه ما بتونیم از تقویممون استفاده کنیم، از تقویم داخلی استفاده کنیم. میبینید که اینجا از R4128 تا R4135 یه سری برای تقویم داخلی هستش. R4128 ثانیه رو به ما میده، R4129 دقیقه رو به ما میده، R4130 ساعت رو به ما میده، R4131 روز رو به ما میده، R4132 ماه رو میده، R4133 سال رو میده، R4134 روزهای هفته رو میده و R4135 در واقع ساعت با علاوه دقیقه رو بهمون میده. خب بیایم اینجا، میایم داخل استاتوس پیج، این مقادیر رو الان مانیتور میکنیم که ببینیم واقعا میده بهمون یا نه. مثلا ما الان چیزهایی که لازم داریم طبق اینجا روزهای هفته و ساعته. میایم اینجا R41 در واقع R41C برای ساعته، میایم اینجا مانیتور میکنیم R41C1 برای ساعت و در واقع برای روز که اشتباه زدم باید بزنیم R41C که چیزمون رو بده، ساعت رو بهمون بده و R41C4 هم روز هفته است. حالا مثلا R4128 هم مثلا برای ثانیه است که مثلا مانیتور میکنه. الان هیچی نمیاره، صفره. به محض اینکه حالا به در واقع PLC تون وصل بشید یا برید رو حالت سیمولیشن، میبینید که اینجا مقدار میگیره و وقتی PLC تون رو ران کنید این طبیعتا باید بالا بره، به شرطی که یه بیت خاصی رو که M1952 هستش رو آف بکنید. این به حالت پیشفرض در واقع یکه، شما باید اینو صفرش بکنید که صفر که میشه میبینید که داره میشماره 14 در واقع این ثانیه است. ببینید تا 60 میشماره، 51 52 ببینید دوباره میره از اول. الان ساعتش درست نیست دقیقاً، یعنی R41C 14 در حالی که الان ساعت چنده؟ نه ساعتش درسته، ساعتش الان 2، الان ساعت 2 و 13 دقیقه و 10. میبینید که کاملا درسته، کاملا با ساعت الان هم درسته. ولی خب موقعی که میخواید آپلود کنید میید داخل تب PLC تو بخش ستینگ و کلندر، میتونید اونجا هم دوباره ست بکنید با ساعت کامپیوترتون، یا اینکه یه راه حل دیگه هم داره، میتونیم حالا اون رو بعدا توضیح براتون میدم. R4134 هم که یکه. روزهای هفته توی تقویم میلادی از یک شنبه شروع میشه. یک شنبه اینجا صفره، دوشنبه یک، سه شنبه در واقع میشه 2، چهارشنبه میشه 3، پنجشنبه میشه 4، جمعه میشه 5 و شنبه هم میشه 6. اینجوریه.
الان که داره 1 نشون میده، ما الان ماندی هستیم. ببینید توی ماندی یعنی دوشنبه، که گفتم دوشنبه یعنی 1. این الان درست نشون بده به ما 1 درسته. خب ما میایم PLC استاپ میکنیم و از حالت سیمولیشن در میایم که برنامه نویسیمون رو شروع بکنیم. خب اینجا گفتیم که از شنبه تا دوشنبه از ساعت 7 تا 10 پمپمون روشن بشه. خب میایم با استفاده از تابع F رو صفحه کیبورد میزنیم تا بتونیم فانکشن ها رو وارد بکنیم. تابع 37 که زون کامپیر هست یه محدوده رو میاد مقایسه میکنه. R4134 رو بهش میدیم، براش یه کامنت هم میذاریم، میگیم days of week. اینجا میایم محدوده هامون رو میذاریم. چون شنبه خارج از محدوده ماه، میایم فقط فعلا یک شنبه و دوشنبه رو میذاریم، یعنی 0 و 1. البته اینجا باید 0 بذاریم، اینجا 1. برای در واقع شنبه باید یه مقایسه گر جدا بذاریم. خب هر موقع R4134 توی تابع 37 بین 0 و 1 باشه، دو تا از این مقادیرها باشه، میاد این پایه که اینساید زون نام داره فعال میشه. ما میایم اینجا یه کویل میذاریم، یه حافظه اختصاص میدیم M0 که براش کامنت هم میذاریم، میگیم که Sunday. حالا میتونید به فینگلیش هم بنویسید، ولی خب من به انگلیسی مینویسم Sunday Monday. خب میگه که نمیشه. چرا؟ Sunday Monday M0 الان شد، ولی نمیدونم دفعه قبلی چرا نشد. خب میایم برای شنبه هم میایم با دوباره F رو میزنیم، میایم این سری از تابع 170 استفاده میکنیم که فقط تابع 170 فقط یک مقدار رو مقایسه میکنه، که الان ما دوباره مجددا R4134 رو بزنیم که حالا دوره رو داد. گفتیم که شنبه میشه 6. هر موقع R4134 6 بشه، اینجا ما کویلمون رو باز میکنه، در واقع این حافظه‌مون رو 1 میکنه. میایم مجدد حافظه اختصاص میدیم، اسمشو میذاریم Saturday، همون شنبه. خب مرحله بعدی میایم این دو در واقع روزهامون رو که مقایسه گر گذاشتیم، حالا باید بریم برای ساعت چه ساعتایی بود؟ روزهای شنبه تا دوشنبه از ساعت 7 تا ساعت 10. بریم مجددا یه مقایسه کننده میذاریم، مقایسه کنندهش تابع 37. از تابع 37 استفاده میکنیم که محدوده رو میسنجه. میایم حالا از R41C میایم از ساعت 7 تا ساعت 10 اگر اشتباه نکنم. بله از ساعت. خب میایم اوکی رو میزنیم، دوباره مجددا میایم یه حافظه اینجا قرار میدیم، یه بیت حافظه قرار میدیم که هر موقع فعال شد اسمش هم میذاریم hour 1 ساعت، محدوده ساعتی 1. خب هر موقع R41C که متعلق برای ساعتی که ما بیام اینجا یه چیزم بذارم کامنت hour. خب برای ساعت هستش بین 7 تا 10 باشه، یعنی 7 8 9 و 10 باشه، میاد این بیت رو برای ما 1 میکنه. حالا میایم اینجا میایم بیت در واقع M0 و M1 رو با هم دیگه اور میکنیم که بعد با بیت M2 که برای ساعتمون هست اند میکنیم. هر موقع Saturday در واقع M0 یا M1 فعال بشه و M2 که بازه ساعتیمون هستش فعال بشه، اینجا برای ما یه بیت دیگر رو
که برای اسمشو میذاریم M100 بیت M100 که برای زون 1 هست رو فعال میکنه. زون 1 فعال میکنه که بعدا اینو میاریم برای روشن کردن پمپ استفادهش میکنیم. خب ما الان بخش اول برنامه رو نوشتیم. شنبه تا دوشنبه از ساعت 7 تا ساعت 10 هر موقع در واقع این موقع بشه میاد M100 رو فعال میکنه که حالا ما بعدا آخرش میبریم تو برنامه در واقع میایم پمپ رو باهاش روشن میکنیم. پس یه بار مرور میکنیم. اومدیم از تابع 37 استفاده کردیم 0 و 1 که میشه یک شنبه و دوشنبه هر موقع بشه این بیت فعال میشه. اینجا هم یه تابع مقایسه گر گذاشتیم 6 که به معنی همون شنبه است، هر موقع فعال بشه این بیت فعال میشه و هر موقع هم که ساعت بین 7 تا 10 باشه این بیت فعال میشه. حالا اگر مثلا سطح این بیت M3 فعال بشه و ساعت هم فعال باشه M100 یا همون زون 1 فعال میشه و هر موقع هم که M1 همون ساتردی شنبه باشه و ساعت هم بین 7 تا 10 باشه M100 فعال میشه. حالا بریم برای باقی برنامه. خب روز سه شنبه از ساعت 14 تا 18 اینجا دیگه نیازی نیستش که از محدود استفاده کنیم، از همون در واقع 170 استفاده میکنیم چون تو یه روزه. اگر یه بازه‌ای بود مثلا از سه شنبه تا جمعه بود میمونیم از محدوده استفاده میکردیم، مقایسه گر محدوده. خب اینجا R 341 34 و اگر سه شنبه میشه که 3. اگر 3 بود بیا یه بیت رو فعال بکن M3 یه حافظه رو 1 بکن یا مثلا فعال کن، اسمشو میذاریم همون سه شنبه، حالا من به انگلیسی میذارم. حالا ما برای روزش رو قرار دادیم برای ساعتش مجبوریم که از تابع 37 استفاده بکنیم چون یه بازه از ساعت 14 تا 18. میایم دوباره مجدد R 41 C رو قرار میدیم و گفتیم از ساعت 14 تا SL باید کوچکترین عدد رو بذارید، SU بزرگترین عدد. خب میایم اینجا مجددا یه حافظه براش در نظر میگیریم M4 و اینجا هم میذاریم مثل قبلیه اول 2. شما میتونید بیشتر حالا مثلا توضیحات بنویسید براش. خب میایم مثل قبلیه که اینجا اند و اور کردیم، اینجا فقط اور در واقع اند میکنیم. میایم میگیم که هر موقع M3 فعال شد و M4 هم فعال شد بیا حافظه M101 رو که مربوط به زون 2 رو فعال بکن که حالا من زونو خب ادامه برنامه گفته از چهارشنبه تا جمعه ساعت 20 تا 23. ما بقیه برنامه هم می نویسیم، F رو میزنیم و تابع 37 اوکی R 41 34. حالا گفتیم که از چهارشنبه تا جمعه، چهارشنبه میشه در واقع 4، پنجشنبه میشه 5 و 6، یعنی 4 تا 6 میایم بزرگو 6 میذاریم و اینا 4 میذاریم، یعنی از 4 تا 6 هر موقع چیز بود بیا که یه بیت رو برای ما صفر در واقع 1 بکن فعال بکن. M5 رو فکر کنم ما استفاده نکردیم که اینجا میگیم که مالا من مخفف می نویسم Wednesday مخفف
فرایدی خففش زیاد میشه. میم حالا برای روز مقایسه گر گذاشتیم، برای ساعت هم باید مقایسه گر بذاریم. ساعت گفته بود از ساعت 20 تا 23. R41 C از ساعت 20 اینجا مجددا یه دونه تابع در واقع کویل میذاریم یا حافظه اختصاص میدیم M6 برای کامنتش هم اور 3. خب این هم مثل قبلی میایم جفتشون رو با هم دیگه اند میکنیم M5 و M6. حالا یه دونه هم کویل میذاریم M102 زون 3. خب حالا اینا از این M102 و M101 و M100 استفاده میکنیم که پمپمون رو روشن بکنیم. چجوری؟ میایم این ستا رو با هم دیگه اور میکنیم و به وای صفرمون که به پمپمون وصلش میکنیم. چجوری؟ الان بهتون توضیح میدم. M100 M101 و M102 میایم اینا رو همه رو به هم وصل میکنیم، در واقع اورشون میکنیم. اینا نمیذاره فکر کنم باید یه اویلی اینجا آخرش وصل بشه. اینجا وای 0 میذاریم، پامپ حالا یکم. خب میبینیم که این ستا اور شدن و این پامپ هم به پامپ که همون وای 0 وصل شدن. بریم یه مرور بکنیم. ببینیم اومدیم اینجا تو مرحله اول برای روز یک شنبه و دوشنبه یه مقایسه گر گذاشتیم، برای روز دوشنبه هم مقایسه گر گذاشتیم، بعد برای روز ساعتش هم مقایسه گر گذاشتیم، بعد اومدیم روزها رو با هم اور کردیم، با ساعت اند کردیم و بعد آخرش هم به M100 وصل کردیم. باقی هم همینجوری دیگه، مثلا همین آخری بیاریم. خب ببینیم مثلا ما اومدیم از تابع 37 اومدیم گفتیم محدوده 4 تا 6 رو هر موقع R41 34 بین 4 تا 6 بود، 4 بود 5 یا 6 بود، بیا این بیت رو برای ما 1 کن. ساعتش هم همینجور بین 20 تا 23 بود R41C، بیا این M6 رو برای ما 1 کن. حالا وقتی هر دوتای اینا فعال شد بیا در واقع M102 رو برای ما 1 کن. هر موقع حالا اینا وقتی اور شدن هر موقع M100 M101 و M102 با هم دیگه یا هر کدوم از جداگونه 1 بشه، همشون با هم نمیتونه 1 باشه وصل باشه، میاد پمپمون رو روشن میکنه. حالا اگر من سیمولیشن هم بکنم میبینیم که الان پمپشمون روشنه. حالا چرا؟ چون هیچی وصل نیست که بکنم از برنامه قبل آن بوده. اگر من وای 0 رو مانیتور کنم آنه، بزنمش رو حالت آف، صفر بذاریم، خب آف میشه. اون از برنامه قبل تو ذخیره بوده اینجوری شده. میبینید که الان اینو 100% باید در واقع هنوز البته ران نکردیم. خب الان رو که ران کنی میبینیم که چون این ساندی فعال شده، اینجا فعال شده، ولی چون تو ساعتش نیست نمیشه، در واقع فعال نمیشه. خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردید ویدیو رو. خدا نگهدار.